سلام دوستان عزیز. بعضی موقع میایید بانک و پول میخواید برداشت کنید از این دستگاه. شما میتونید مبلغ روی پولتون و رقمتون رو خودتون مشخص کنید. رقم روی پولتون رو مثلا 5 یورویی میخواید، 10 یورویی میخواید، 20 یورویی میخواید یا 50 یورویی یا 100 یورویی. اون مبلغ رو خودتون انتخاب میکنید. من اینجا هستم که این آموزش به شما بدم. اینو بگم که خودم هم تازه یاد گرفتم و اومدم این آموزش به شما بدم. با هم دیگه میریم این آموزش رو ببینیم. خب کارت وارد میکنیم، منتظر میمونیم، میاد خروج پول رو میزنه که چه مبلغی شما نیاز دارید و ما مبلغ رو انتخاب نمی کنیم و این گزینه رو انتخاب میکنیم. اینجا این صفحه براتون باز میشه، شما اینو میزنید. بعد اینجا زده که چه نوع پولی میخواید، چه رقم پولی میخواید. من میزنم 10 تا 5 یورویی میزنم، یا بخوام 10 یورویی بزنم، 20 یورویی بزنم میتونم، ولی من نیاز به 5 یورویی دارم. یه دونه زد برا من. اینجا می نویسه 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا، 9 تا، اینم 10 تا. خب اوکی شد 10 تا. من اوکی رو میزنم، دکمه سبز رو میزنم و این تیک میاد، اینو میزنم اوکی. منتظر میمونم. این کد میخواد دوباره. کارت رو برمیدارم، منتظر میمونم. و اینکه بچه‌ها پولی اگه می‌بینید روی زمین بردارید بشمارید. ما میشماریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. چجوری ها شد بچه‌ها؟